Hi everybody, this is Dr. Al in Australia. To err is human, part I've lost count. Let's get down to it. Excuse me, this table is wobbly. Can I change my seat? It's seat, not sit. Sit, seat, sit. Can I change my seat? Can I change my seat, not sit? Is this seat taken? We should say, is this seat taken? Is this seat taken? Freezer, refrigerator, plate, bowl, stool, chair, mug, glass, desk, table, oven. It's oven, not oven, oven. Stove, lantern, lamp, backpack, briefcase, napkin, tissue, pillow, cushion. It's cushion, not caution. One moment! Occupied. It's occupied, not occupied. حتی اگه بیدینم هستی انگلیسیشو بلد باش. Atheist بیدین، Muslim مسلمون، Sunni سنی، Shiite شیعه، Christ مسیحی. There were some minor pronunciation and stress issues, but they were negligible. But Christ is the prophet. Christ, but Christian. Christ, Christian. Do you know the meaning of this word? Sarcasm? It's sarcasm. Sarcasm, not sarcasm. The stress is on the first syllable. Sarcasm. Sarcasm refers to the use of words that mean the opposite of what you really want to say. Sarcasm. شمایی که social media, قطعا این 5 تا کلمه رو خیلی شنیدید. Red flag یعنی خط قرمز. trauma یعنی آسیب روحی. There's a typo or spelling mistake in trauma. It's T-R-A-U-M-A, not T-R-U-A. Guess what یعنی حدس بزن چی. Nice guy یعنی بچه مثبت. super معنی اینو تو بهم بگو. It's sober. خب دیانا جان شما چه ماهی به دنیا اومدی؟ من 28 آگست. آگست چه ماهی میشه به ایران؟ 28 آذر دیگه. Well, as far as I know, the 28th of August is not the 28th of Azar, but anyway. خیلی هم عالی. بعد شغلت چیه؟ من اسکیچ میکنم. اسکیچ چیه؟ طراحی. It's sketch, not sketch. Stay with me. دوستان عزیزم، چند تا از اشتباهات همکاران بسیار خوبم و در حوزه pronunciation، تلفظ، stress، تأکید روی کلمه یا سیلاب کلمه، grammar، دستور زبان و حتی یه موردم translation یا ترجمه بود که اشتباهات رو با هم مرور کردیم. ابتدای ویدیو هم توضیح دادم، گفتم بعضیا شاید زبانشون خیلی قوی نباشه و خب خیلی هم کپشن رو متاسفانه نمیخونن. ویدیوهای قبلی بعضا 20 خط 25 خط توضیح داده بودم، باز بعضیا نخونده بودن. هدف من رو از تولید این محتوا و این گونه محتواها که خیلی هم باز در دست تولید هست متوجه نشدن و نمیشن. گفتم توضیح بدم که هر کسی از دوستان ما در هر حوزه‌ای، حالا در زبان بیشتر مورد احترام ما هستن، دوستان من که وقت و انرژی بسیار زیادی میذارن و به رایگان اکثرشون، حالا بعضیا پکیج میفروشن یا تبلیغات میکنن، اکثرا رایگان تولید محتوا میکنن، قابل احترام هست. هدف من از تولید این ویدیوها به هیچ وجه تمسخر یا تحقیر نیست یا ابدا این نیست که بگم من زبان رو بهتر میدونم. منم بعد از 30 سال تدریس زبان در همه سطوح و دکترای آموزش زبان بسیار ایراد دارم، هم در مکالمه، هم در تلفظ، هم در استرس کلمات، هم در گرامر، هم در ترجمه، هم ممکنه در لهجه خیلی نیتیو لایکی نشده باشه هنوز. ولی هدف از این ویدیوها اینه که همکارانمون یه مقدار با دقت بیشتری همه چی رو دابل چک کنن. اگرم من اشتباه گفتم تو این ویدیوها، همکارای دیگه میتونن تصحیح کنن منو. نظر خودم گفتم، ممکنه منم اشتباه کرده باشم. اگر دوستان دیگه مخالفن اعلام کنن، ولی گفتم هدف فقط ارتقای سطح آموزش زبان هست برای مدرسین که حتما همه چیز رو دابل چک کنن و اگر اشتباه کردن به راحتی قبول کنن و اون ویدیو رو حذف کنن. بعضی از دوستان میان یا تو کپشن مینویسن من اینو اشتباه از قصد نوشتم شما متوجه بشین، یا میگن نه این مثلا بریتیش شما متوجه نمیشین یا شما بلد نیستین یا اینو مثلا سهوا اینجوری گذاشتم. خیلی به راحتی باید اینو بتونیم بپذیریم و ویدیو رو حذف کنیم، نه که حالا اون شخصی که ازمون اشکال گرفته اونو حالا یا
توهین بهش کنیم یا بلاکش کنیم که البته ما آمادگی اینو داریم، مشکلی نیست. ولی برای همه همکارانم در حوزه آموزش زبان آرزوی موفقیت میکنم. و از اون مهمتر زبان آموزان باید عادت کنن که هر چیزی که در فضای مجازی میبینن یا میشنون 100% نپذیرن و عادت کنن که همه چی رو مجدد چک کنن. اول ویدیوم توضیح دادم اگر مسئله تلفظ یا استرس هست در Longman Dictionary of Contemporary English یا کمبریج یا هر دیکشنری دیگری که الان به صورت سخنگو هم هست، میتونید هم تلفظ بریتیش هم امریکنش رو بشنوید، هم در جمله تلفظش رو اینتونیشنش رو بتونید چک کنید. نکات گرامری رو حتما در گوگل مجدد سرچ کنید و 100% اینطور نباشه که یه استادی که ممکنه از هر 5 پست 10 پست 20 پست به هر حال یه اشتباه باشه درش، کما اینکه پست‌های منم ممکنه همینطور باشه. بنابراین 100% به حرف اساتید، مخصوصا اونه که در فضای مجازی یا حقیقی کار میکنن، هیچ فرق نمیکنه. ما در کلاس‌های زبان هم که میرفتیم اساتیدمون خیلی اشکالای تلفظی و استرسی داشتن و گرامر و این اشتباه در ذهن شاگرد یا زبان آموز اصطلاحاً میگن فاسیلایز میشه و بیرون کردنش خیلی خیلی مشکله. پس همه چی رو مجدد چک کنید و فقط به پست های کوتاه 1 دقیقه یا کمتر تکیه نکنید. موفق باشید.